درود بر شما بینندگان عزیز و دوستان عزیز بیننده و شنونده. من مهیا محقق هستم که با برنامه‌ای که برای شما در نظر گرفتم طی چند قسمت تصمیم دارم بچه ها و جوانان ایرانی رو با گروه ها و مهره های مختلف سیاسی اپوزیسیون های مختلف صرفاً آشنا بکنم. متعلق به هیچ گرایش و جنبش و سازمانی نیستم و تنها دوست دارم انتقال اطلاعات رو بدم و افراد سیاسیون مختلف رو به جوانان وطنم معرفی بکنم. امروز هم برای اولین بار با آقای جهانگیر شادانلو از دوستان آقای بنی صدر در خدمت شما هستم. آقای بنی صدر متولد 2 فروردین 1312 که بعد از انقلاب 57 اولین رئیس جمهور ایران بودند و در خرداد ماه سال 60 هم از این مقام ایشون کناره‌گیری کردن و یک سری سوالات هست در مورد شخص آقای بنی صدر، در مورد جمهوری خواهی ایشون و من دوست دارم این فرصت در اختیار من خوشبختانه قرار گرفته شده که با آقای شادانلو از دوستان نزدیک آقای بنی صدر من صحبت بکنم. آقای شادانلو درود بر شما، در خدمتتون هستیم. با سلام خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیز. ممنون از شما به خاطر این فیلم یا این برنامه‌ای که تدارک دیدید برای جوانهای ایرانی، برای آینده سازان کشورمون، برای اینکه به نظر من هم بسیار این مسئله مهم هست که جوانهای ما بدونن چرا این انقلاب پیش آمد و آیا ما کسانی که در انقلاب سال 57 شرکت داشتیم خواهان چنین رژیمی بودیم و به خاطر این رژیم شاه رو سرنگون کردیم و دیدگاه ها و کارهای اشخاصی که در این رژیم از روز اول شروع کردن یا کار سیاسیشون یا کارهایی که در داخل مملکت انجام شد، آیا به همین صورت بود که رژیم میگه یا اینکه نه واقعیت‌هایی هست که این رژیم مخفی میکنه. من خودم یک فعال سیاسی و فعال حقوق بشری هستم. متاسفانه حدود درست 30 سال هست که از ایران بیرون آمدم. بعد از برکناری آقای بنی صدر 1.5 سال در ایران بودم، مدتی بازداشت بودم و بعد از ایران خارج شدم. آمدم که برگردم ولی متاسفانه نشد. با وضعیتی که در ایران، با مسائل گروگانگیری، با جنگ، با زد و بندی که این روحانیت و حکومت حاکم بر وطنمون با امریکایی ها، انگلیس و کشورهای اروپایی داشتن، متاسفانه موندگار شدن و هیچ گشایشی ایجاد نشد برای اینکه بتونیم ما به وطن برگردیم یا در داخل وطن اتفاقات و امکاناتی باشه که بتونن مردم آزادانه انتخاب کنن اون چیزی رو که میخوان. یک نکته رو من قبل از اینکه شما سوالتون بفرمایید بگم در مورد آقای بنی صدر که گفتیم در خرداد 60 کناره‌گیری کردن. ایشون کناره‌گیری نکردن، ایشون رو آقای خمینی کودتا کردن بر علیه ایشون و ایشون رو برکنار کردن و حکم قتلشون هم دادن و در صدد این بودن که هر کجا ایشون رو گرفتن اعدام کنن، بکشن و بگن که یعنی درست حرفی که آقای خمینی زده بود که ایشون رو هر کجا دیدید بکشید و بگید مردم ریختن کشتن، به دلیل اینکه ایشون ارتباط این حکومت و آقای خمینی و گروهی که پشت سر ایشون بودند که الان حاکمیت رو دارن، آقای خامنه‌ای، رفسنجانی، بهشتی که اون موقع در یک انفجاری کشته شد و بقیه، همین موسوی، کروبی و بقیه این آقایون، اینها با امریکایی ها، با ریگن و بوش پدر
به خاطر مسئله گروگانگیری زد و بندی کردن با اینها. گروگانها رو 444 روز نگه داشتن که حالا اینها داستان مفصلی است که انشالله امیدوارم در گفتگو آینده دونه به دونه اینا باز بشه، روشن بشه و حقیقت اون برای مردم و جوانان گفته بشه. من هم امیدوارم. سپاسگزارم از شما آقای شادانلو. در ابتدا این صحبت رو برای خیلی از دوستان من این سوال پیش اومده که چرا آقای بنی صدری که در سال 60 تا سال 60 رئیس جمهور ایران بودن، در حال حاضر در پای بسیاری از نامه‌های اداریشون انتهای نامه امضای یعنی کنار امضای خودشون نام پرزیدنت و رئیس جمهور ایران رو هم ثبت میکنن و من خیلی رک و صریح بگم معتقد هستن. من در خیلی از جمع‌های دوستانه بچه‌های مختلف سیاسی میگن که آقای بنی صدر، ببخشید، میگن توهم ریاست جمهوری رو دارن. من دوست دارم شما یک پاسخی به من و دوستان بدین. بله، من این رو هم توضیح بدم که من نه سخنگوی آقای بنی صدر هستم، نه نمایندگی از طرف ایشون دارم. نه من هیچ کسی در هیچ کجای دنیا آقای بنی صدر نه نماینده دارن نه سخنگو. خود ایشون خدا رو شکر هستن و به خیلی از سوالات جواب میدن. ولی خب منم به عنوان کسی که فعال سیاسی هستم و دوست ایشون هستم این سوال رو میتونم پاسخ بدم با شناختی که از ایشون دارم. آقای بنی صدر به هیچ عنوان هیچ توهمی برای یا شخصیتی یا قدرتی ندارند، چنانچه که اگر چنین بود در سال 60 که آقای خمینی نامه‌ای برای ایشون نوشتن و به ایشون نوشتن که شما بیاین با این روحانیون کار کنین، یعنی با همین هایی که الان کشور رو به اینجا رسوندن که دیگه همه میبینن، گفتن بیاین با اینها کار کنین، انقدر ایراد از اینها نگیرین. چون آقای بنی صدر از مجلس ایراد میگرفتن، صحبتاشون در یوتیوب هست، برای هر کلمه‌ای که خواسته باشین بنویسین در یوتیوب اون فیلمش میاد، موجود هست. حالا من اینجا توضیح میدم. با سپاه پاسداران مخالف بودن، با کمیته ها مخالف بودن، با دادگاه های انقلاب مخالف، با خلاصه با هر نهادی که این حکومت برای نگهداری خودش درست کرده بود ایشون موافق نبودن و میگفتن این یک دوران کوتاهی در موقع انقلاب بوده و این باید جمع بشه اینها و قانون در مملکت حاکم باشه. ولی متاسفانه اینها و به محض اینکه متوجه شدن که جایی در مملکت ندارن، یعنی بعد از اولین انتخاباتی که 98% اینها رأی آورد جمهوری اسلامی و اینها در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری که اینها زیر 5% رأی آوردن، یعنی نماینده حزب جمهوری و آقای خمینی، آقای حبیبی بودند که چند وقت پیش فوت کردن، ایشون زیر 5% رأی آوردن. همین آقای جنتی خاطرم هست در همون روز اعلام کردن که ما با همین 5% باید حکومت کنیم. آقای بنی صدر مخالف این بودن و میگفتن همونطوری که شما آقای خمینی در پاریس اعلام کردید که رأی ملت هست و هر چی مردم بگن، شما باید اجازه بدید که مردم حاکم باشن و حکومت از طریق اونها اعمال بشه. ولی متاسفانه این دوستان و حاضر نبودن. حتی آقای خمینی چندین بار با آقای بنی صدر سر همین مسائل گفتگو داشتن، مصاحبه داشتن، مناظره داشتن با هم و آقای خمینی، اون خمینی که در پاریس بود و اون انقلاب شکوهمند رو مدتی به عنوان رهبرش بود، اون خمینی دیگه، اون خمینی که در تهران بود، یک شخصی بود دیکتاتور، جنگ طلب، خشونت طلب و به نظر ما یک آدمکش بود و اون آدم دیگه نبود و برای حکومتش هر کاری میخواست انجام بده. به این دلیل آقای بنی صدر اگر میخواست با ایشون و دوستان ایشون کنار بیاد، مونده بود در ایران و هم ریاست جمهوریش داشت، 2 دوره‌شو تموم میکرد، در حالی که اولین دورش هم 1.5 سال تقریبا نذاشتن بیشتر بگذره و هم در مملکتش بود. ولی ایشون قدرت رو نخواست، قدرت رو ول کرد و آمدن بیرون به طوری که حالا بعد توضیح میدم. آقای شادانلو،